سلام و درود به همه شما. خوش اومدید به کانال خودتون. اینجا کانال عمق داستانه. در این کانال جدیدترین و بهترین سرگذشت‌ها رو براتون تهیه و با صدای خودم روایت میکنم. ممنون میشم برای حمایت از صدای بنده و زحماتی که برای تهیه سرگذشت‌ها میکشم. ویدیو ما رو لایک کنید. اگرم تازه به جمع ما اضافه شدید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا اولین نفر از داستان‌های جدید با خبر بشید. پس تا یادتون نرفته لایک رو بزنید که بریم برای روایت داستان جذاب امشب. میگن زن اگه مادر نشه یه چیزی کم داره. نمیدونم، شاید راست میگن، شایدم نه. ولی من فقط دلم آرامش میخواد، اونم کنار احسان. 2 ساله که زن احسان شدم. اون موقع که اومدن خواستگاری دلم لرزید، نه از ترس، از یه حس خوب. احسان مرد زندگی بود، سرش به کار خودش بود، نجیب و مهربون. مادرم میگفت مهیا تو خوشبخت میشی و منم دلم میخواست بشم. ولی حالا 2 سال گذشته، هنوز بچه دار نشدیم. هر دفعه که جواب آزمایش‌ها رو میبینم انگار یه سنگ میفته رو دلم. میریم دکتر، دوا میخوریم، آزمایش میدیم، دعا میکنیم، ولی خبری نیست. مشکل از کیه؟ از من؟ از احسان؟ دکتر میگه یکم صبر کنید، ولی مادر شوهرم طاقت نداره. مادر احسان خانم جون از همون ماهای اول که دید خبری از شکم من نیست، هی حرفشو پیچوند. مهیا جان مادر، زن باید زود دستش پر بشه، زندگی بچه میخواد. برو پیش فلان حکیم، زن فلانی 2 ماه حامله شد. نکنه یه دردی داری و به ما نمیگی. هر بار این حرفا رو میشنیدم انگار سوزن میزنن به جونم. احسان اما پشتمه، دستمو میگیره و میگه مهیا مهم نیست، ما 2 تایی خوبیم. ولی خب چقدر میشه دووم آورد؟ این زخم وقتی درد میگیره که توی مهمونی زنای فامیل کنارم بشینن و با نیش و کنایه بگن مهیا جون تو کی میخوای ما رو خوشحال کنی؟ نکنه نمیخوای بچه دارشی؟ من نمیخوام. دلم یه بچه قد و نیم قد میخواد که وقتی احسان از سر زمین برمیگرده به پر بغلش. دلم میخواد یه شب خوابم ببره و نیمه شب با گریه‌های کوچولو بیدار بشم. ولی اینا دست من نیست. دیشب وقتی از مطب برمیگشتیم توی راه احسان گفت اگه تا 1-2 سال دیگه نشه چی؟ نفسم گرفت. نگاش کردم، تو چشماش ترحم نبود، عشق بود. ولی یه چیزی اون ته بود که اذیتم کرد. گفتم تو میخوای زن بگیری؟ وایساد وسط کوچه تاریک. آروم گفت مهیا من تو رو میخوام، ولی اگه یه روزی خودت خسته شدی و مجبور شدی قول بده بهم بگی. اون شب خوابم نبرد. فکر کردم به خودم، به احسان، به زندگیمون. من میجنگم برای خودم، برای عشقم، برای آرامش خونم. من مادر میشم یه روزی، اما اگه نشدم باز هم مهیا میمونم. همون دختری که دلش به عشق گرم بود. اوایل فقط حرف بود، یه چیزی میگفت و میگذشت، یه طعنه، یه نگاه، یه لبخند زورکی. ولی حالا دیگه انگار منو تو این خونه نمیبینه. قبلا که میرفتم خونشون دستمو میگرفت، صورتمو میبوسید، چای میریخت، قربون صدقه میرفت. حالا تا پامو میذارم تو حیاط یه نگاه سرد میندازه، روشو اونور میکنه، انگار مهمون ناخونده باشم. دفعه پیش که رفتم دیدم داره با زنموی احسان حرف میزنه. تا رسیدم ساکت شد. معلوم بود که حرف من بوده. گفتم سلام خانم جون، خوبی؟ سرشو بالا نکرد، فقط یه سلام خوش گفت و همونجوری که دونه‌های برنجو تو سینی زیر رو میکرد زیر لب زمزمه کرد زن باید زندگیشو رونق بده، باید دستش پر باشه، ولی اگه نتونه خب تکلیفش معلومه دیگه. دلم لرزید. یعنی من که بچه ندارم زندگیم رونق نداره؟ یعنی تکلیفم معلومه؟ نگاهم رفت سمت احسان که ته حیاط داشت موتورشو دستمال میکشید. انگار هیچی نشنیده بود. اون روز زودتر از همیشه برگشتم خونه. اشکامو نگه داشتم تا درو ببندم. بعد نشستم یه گوشه و زدم زیر گریه. کم کم فاصله افتاد. دیگه دلم نمیخواست برم اونجا. هر دفعه که میرفتم یه چیزی میشکست تو دلم.
دیگه نه دستمو میگرفت نه قربون صدقه میرفت. حالا بیشتر از قبل میرفت خونه جاری احسان. واسه نوه کوچیکش لباس میدوخت. با ذوق واسش قصه تعریف میکرد. منو میدید ولی نمیدید. یه شب احسان اومد خونه، دید ساکتم. گفت باز چی شده مهیا؟ گفتم هیچی، فقط حس میکنم دیگه منو دوست نداره. ساکت شد. بعد از چند دقیقه گفت دلتو بد نکن، فقط یکم ناراحته. ناراحته؟ پس من چی؟ من که هر روز با ترس و استرس میرم دکتر، هر شب با امید میخوابم و با حسرت بیدار میشم. من چی؟ اون شب تا صبح تو دلم یه چیزی مرد. یه چیزی که شبیه دخترونهای اول ازدواجم بود. همون حس خوبه داشتن یه مادر شوهر مهربون. همون خیال خوشه عروس ناز پرورده خونه بودن. من دیگه اون مهیای قبل نبودم. یه مدت بود که مادر احسان یه جوری شده بود. دیگه فقط سرد نبود. یه جور عجیبی مهربون شده بود. ولی از اون مهربونیا که بوی نقشه میده. هی میگفت مهیا جان بریم یه سفر دلت باز شه. حیف جوونیت اینجوری بگذره. بیا یه چند روز بریم مشهد، بریم زیارت، بریم خونه دختر داییم هوات عوض شه. عجیب بود، خیلی عجیب. اون که دیگه تحویلم نمی گرفت، حالا شده بود کاسه داغ‌تر از آش. ولی احسان گفت بد نیست مهیا، بریم شاید حالمون بهتر بشه. منم گفتم باشه. وقتی رسیدیم مشهد، رفتیم خونه دختر دایی مادر احسان. اسمش خاله زهرا بود. یه زن توپلی و مهربون، با چشمایی که انگار همیشه یه چیزی تاش قایم کرده بود. ولی چیزی که بیشتر از همه تو ذوقم زد ریحانه بود. دختر 19 ساله خاله زهرا، قد بلند، موهای لخت خرمایی، پوست سفید، چشمای درشت. خلاصه از اون دخترایی که وقتی راه میرن انگار نسیم بهاری باشون راه میره. از همون اول یه حس بدی بهم دست داد. چرا ما اومدیم اینجا؟ چرا مادر احسان این همه اصرار داشت؟ چرا ای چپ و راست قربون صدقه ریحانه میره؟ همون شب اول بعد از شام مادر احسان و خاله زهرا نشسته بودن توی ایوون. آروم آروم حرف میزدن. من از کنار پنجره رد شدم که یه تیکه از حرفاشون شنیدم. ریحانه خانم تازه 19 سالشه. جوونه، خوشگله، نازه ها. ماشاءالله تازه زن زندگی هم هست. مادرش خوب تربیتش کرده. پس خودت میدونی زهرا جون. خدا کنه قسمت بشه. یه لحظه دستم یخ کرد. انگار آب یخ ریختن رو. چی؟ قسمت بشه؟ کی قسمت کی بشه؟ رفتم تو اتاق. نشستم یه گوشه ولی دلم آشوب شده بود. حس ششمم میگفت این سفر فقط یه زیارت نیست. یه نقشه بزرگ و من توی این نقشه جایی ندارم. حس ششمم دروغ نمیگفت. یه چیزی تو دلم وول میخورد. یه دلشوره که آروم نمیشد. از اون شب که حرفای مادر احسان و خاله زهرا رو شنیدم انگار دنیا برام کدر شد. خدا کنه قسمت بشه؟ یعنی قسمت چی بشه؟ اما خیلی زود جوابمو گرفتم. ریحانه دختر خوش برخوردی بود. از همون اول گرم گرفت. اما نه با من، با احسان. اولش ریز بود، بعد یهو بزرگ شد. داداش احسان، تو ببین این گوشیم چرا اینجوری شده؟ یا داداش احسان، تو از اینا میخوری؟ من خودم برات بیارم؟ یا داداش احسان، شما که روستا زندگی میکنین اونجا زندگی قشنگه؟ داداش احسان. کی بود که داداش صداش میزد؟ احسان هم انگار نه انگار میخندید، گوشی رو میگرفت فراش درست میکرد، جواب سوالاشو میداد. یه جور صمیمیتی که منو میترسوند. مادر احسان اما از اونور یه جوری نگاه میکرد که انگار یه معجزه تو راهه. لبخند داشت، نگاهاش، اون برق ریزی که تو چشماش بود، همش داد میزد که نقشش داره روال خودش رو طی میکنه. مثلا خیلی اتفاقی یه روز توی حیاط کنار زهرا خانم گفت ریحانه تو چقدر خانومی. ماشاءالله یه دختر اینجوری باید بره توی زندگی که لیاقتشو داشته باشن. زهرا خانمم یه لبخند زد و گفت آره، خدا کنه قسمت بشه. قسمت، باز همون کلمه لعنتی. دلم یخ کرد. شب توی اتاق احسان نشسته بود روی زمین، مشغول ور رفتن با گوشیش. بهش گفتم احسان؟ گفت ها.
گفتم حس نمی‌کنی مامانت زیادی ریحانه رو تحویل میگیره؟ سرشو بلند کرد. متعجب نگام کرد. خب دختر خوبیه. چیه مگه؟ نفسم بند اومد. احسان نمیفهمید یا خودش نمیخواست بفهمه. گفتم هیچی. فقط حس میکنم یه چیزایی داره جور در میاد که به نفع من نیست. خندید لعنتی. وای مهیا، تو هم حساس شدی. برو بخواب بابا. اون شب خواب به چشمم نیومد. احسان نفهمید یا شایدم فهمید ولی ترجیح داد نفهمه. مسافرت تموم شد بالاخره، ولی یه چیزی عوض شده بود. یه چیزی که اسم نداشت، ولی هر لحظه حسش میکردم. مادر احسان ساکت نبود. از وقتی برگشتیم هی در گوش احسان پچ پچ میکرد. یه جوری که وقتی من میرسیدم یهو ساکت میشد. یه جوری که انگار داشت ورد میخوند. مغزشو شستشو میداد. اولش دروغکی آروم بود، ولی کم کم صداش در اومد. احسان، ببین مادر، زن خوب زنیه که زندگی رو بسازه، بچه بیاره، خونه رو گرم کنه. یا میگفت احسان مادر، دلت نمیخواد وقتی از سر کار میای یکی صدا بزنه بابا؟ یا همین که احسان، یه وقت حسرت به دل نشی، یا جوونیت داره میره. یه زن باید لیاقت داشته باشه که شوهرش تنها نمونه. من این جمله ها رو میشنیدم و با گوشت و پوست و استخونم حس میکردم. احسان اولش میخندید، رد میکرد، میگفت مامان باز شروع نکن. ولی بعدش کم کم ساکت شد. کم کم تو خودش میرفت. کم کم نگاهش فرق میکرد. یه شب که رفتیم خونشون، تو آشپزخونه داشتم چای میریختم. مادر شوهرم داشت با خواهر شوهرم فاطیما حرف میزد. صداشونو پایین آورده بودن، ولی چند تا جمله لعنتی تو گوشم زنگ زد. فاطیما، تو خودت دیدی دیگه ریحانه چه دختر گلی بود، نه؟ آره خیلی خانم بود، خیلی هم مظلوم. دلم میسوزه برای احسان. یه مرد باید یه پسر داشته باشه که پشتش باشه. الهی قسمت بشه. دوباره همون جمله. اون لحظه دستم لرزید. استکان از دستم افتاد. چای پاشید رو فرش. مادر احسان یهو ساکت شد. نگاهش افتاد توی چشمام. یه چیزی تو اون نگاهش بود. یه حس برنده بودن. یه حس پیروزی. اون شب دیگه هیچی نگفتم. فقط وقتی برگشتم خونه یه گوشه نشستم و با خودم فکر کردم. من دارم میبازم یا تازه بازی شروع شده؟ یه شب دیگه نتونستم تحمل کنم. احسان نشسته بود رو مبل، سرش توی گوشی. حواسش به هیچی نبود. منم و دلم پر بود تا خرخره. نشستم روبروش، صاف تو چشماش نگاه کردم و گفتم احسان، تو واقعا نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی؟ اخم کرد. گوشی رو گذاشت رو پاهاش و گفت باز چی شده مهیا؟ لبامو گزیدم. این باز چی شده رو جوری گفت که انگار من یه زن قرقروام که بی دلیل دعوا رو میندازم. چی شده؟ این شده که مادرت داره واسط نقشه میکشه. تو واقعا نمیفهمی؟ فکر میکنی این پچ ها الکیه؟ اون ریحانه رو گذاشته توی راه زندگیمون. میخواد واسط زن دوم بگیره احسان. صورتش توی لحظه کج شد از عصبانیت. چرت نگو مهیا. مامان یه پیرزن ساده است. فکر میکنه اگه به تو نیش بزنه اوضاع درست میشه. خیال میکنه من اگه بچه داشته باشم همه چی حل میشه. واسه دل خودش حرف میزنه. همین. خندیدم. یه خنده تلخ. یه خنده ای که از ته دل نمی اومد. ساده است. واقعا فکر میکنی این حرف واسه دل خودشه؟ اون داره توی گوشت میخونه آروم آروم که حسرت بندازه تو دلت، که دلتو از من بزنه. تو هم انقدر ساده ای که نمیفهمی، یا شایدم خوشت میاد. احسان پرید وسط حرفم. مهیا زر نزن. قلبم هری ریخت. هیچ وقت اینجوری با هم حرف نزده بود. وایسادم. نگاش کردم. چشماش برق میزد از خشم. من زر میزنم؟ واقعا که احسان، به خدا یه روزی به خودت میای که دیگه خیلی دیره. اون موقع میفهمی من چی گفتم. ولی دیگه برات مهم نیست، چون ریحانه و بچهش توی بغلتن. داد زد خفه شو مهیا. نفسم برید. همونجا وایسادم. هیچ وقت اینجوری با هم حرف نزده بود. هیچ وقت. یه لحظه حس کردم دیگه من و احسان اون آدمای 2 سال پیش نیستیم. اون احسانی که منو با دنیا عوض نمی کرد حالا سر یه دختر 19 ساله سرم داد می کشید. اون شب چیزی تو دلم شکست
که دیگه هیچ وقت درست نشد. چند روز قهر، چند روز سکوت. احسان رفت. در و محکم کوبید و از خونه زد بیرون. من موندم و دیوارای سرد. 3 روز، 4 روز، یه هفته حرف نزدیم. خونه ساکت بود، مثل دل من. مثل بغضی که توی گلوم گیر کرده بود و نمیرفت پایین. شب‌ها احسان دیر می اومد. میخوابید پشت به من. منم دیگه حتی اشک نمیریختم. فقط یه چیزی رو خوب میدونستم. اون زن، اون پیر زن نقشش داره جواب میده و احسان داره کم کم از دستم میره. بالاخره حرف دلش رو زد. اون روز مادر احسان منو کشید یه گوشه توی حیاط خونشون، یه جایی که کسی نشنوه. نگاهش همون نگاه همیشگی نبود. یه چیزی توش بود که دلمو آشوب کرد. خون سرد، آروم، ولی برنده گفت: مهیا دخترم، دیگه وقتش واقع بین باشی. 2 ساله که تو این خونه ای، ولی هنوز شکمت بالا نیومده. ما نمیتونیم همینجوری بشینیم و ببینیم پسرمون بی نسل و عقب بمونه. نفسم رفت. نگاهش کردم. دهنم خوش شد. دستامو مشت کردم که نلرزه. ادامه داد: ما تصمیممون رو گرفتیم. یه زن دیگه برای احسان میگیریم، ولی تو نگران نباش، خرجتو میدیم. طلاقم نمیگیری، همینجا میمونی. فقط دیگه تو زنش نیستی. اینجوری نه آبروی تو میره نه آبروی ما. حرفش تموم شد، اما دنیا دور سرم چرخید. همینقدر راحت یه زن دیگه بیاد من بشم سایه بی صدا، منو کنار بزنن و بگن خرجتو میدیم. یه لحظه همه اون لحظه هایی که با احسان گذرانده بودم جلوی چشمم رژه رفت. اون روزای اول ازدواج، خنده هاش، اون شبایی که دستمو میگرفت و میگفت ما دوتایی خوبیم. همش دود شد رفت هوا. منو فروختن. زبونم نمیچرخید، انگار گلومو گرفته باشن. ولی بعد یهو همه خشم و دردم از ته دلم جوشید. داد زدم: نه. مادر احسان یه لحظه جا خورد. منم منفجر شدم. شما کی هستین که واسه من تصمیم میگیرین؟ شما کی هستین که فکر میکنین من انقدر بی ارزشم که فقط خرجمو بدین و خفشم؟ زن دوم بیارید منم بشینم یه گوشه؟ نه، من اینجوری زندگی نمی کنم. اشکام جاری شد، ولی صدام هنوز بلند بود. من طلاق میگیرم، برمیگردم خونه بابام. ترجیح میدم برگردم جایی که آدم حسابم کنن، نه اینجا که منو مثل یه وسیله خراب بذارن کنار و بگن خرجتو میدیم. مادر احسان یه قدم عقب رفت. چشماش تنگ شد. صداتو بیار پایین مهیا، بی خود جنجال را ننداز. اما من دیگه نمیخواستم آروم باشم. دیگه بسه. اشکامو پاک کردم. نگاش کردم و با صدای لرزون ولی محکم گفتم: من طلاق میگیرم. احسانم با اون دختر جوونش مبارک خودتون، ولی بدونین شما بازی رو بردین. اما من دیگه تو این بازی نیستم. دور شدم. دلم شکست. ولی یه چیزو میدونستم. من قرار نیست توی این زندگی یه تیکه وسایل اضافی باشم. فکر میکردم اگه برگردم خونه بابام آغوشش برام بازه. اما اشتباه میکردم. اون شب بعد از دعوام با مادر احسان چادرم و سرم کردم و زدم بیرون. نمیدونستم کجا میخوام برم. فقط میدونستم دیگه نمیتونم توی این خونه نفس بکشم. رسیدم خونه بابا. درو که زدم مادرم با چهره نگران در رو باز کرد. تا چشمش به صورتم افتاد جا خورد. چشمای گریون، صورت داغون. با صدای لرزون گفت: مهیا چی شده دختر؟ پریدم بغلش، زدم زیر گریه. نمیخوام دیگه اونجا بمونم، نمیخوام. بابام از توی اتاق اومد بیرون. اخماش تو هم بود. همیشه مرد آرومی بود، اما این بار آرامشش ترسناک بود. مهیا تو چرا اینجوری اومدی؟ حرف زدم. همه چی رو گفتم. از کارای مادر احسان، از نقشش، از اون دختر 19 ساله‌ای که قرار بود زن دوم شوهرم بشه. گفتم که نمیخوام این زندگیو. گفتم که طلاق میخوام. فکر میکردم بابام حمایتم میکنه. فکر میکردم میگه باشه دخترم، نمیذارم تو رو له کنن. ولی اون چیزی که شنیدم یه سیلی نامری بود. بابام پوزخند زد. یه پوزخند تلخ. یه پوزخند که قلبمو شکست. طلاق؟ تو مگه سر گوری که خونه شوهرتو ول کردی اومدی حرف طلاق میزنی؟ مادرم چادرشو سفت‌تر گرفت و با چشمای نگران گفت: مهیا جان، دختر با لباس سفید میره خونه شوهر،
با کفن سفید برمیگرده. جدایی بی جدایی، برگرد سر زندگیت. حرفش مثل سیخ داغ فرو رفت توی قلبم. چی؟ شما میخواین منو توی اون زندگی له کنین؟ بابام نفسش رو محکم داد بیرون. رفت نشست روی پله‌های ایوون. یه نخ سیگار در آورد و گفت دختر، زندگی همینه. یکم بالا داره، یکم پایین. اگر کی با یه بالا پایین خونه شوهرشو ول کنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. اونا هم گفتن خرجتو میدن. خب خدا رو شکر، چی از این بهتر؟ چی از این بهتر؟ زل زدم بهش. این مرد پدر من بود. با دست لرزون چادرم رو محکم گرفتم. اشکامو پاک کردم و گفتم پس شما هم منو فروختین؟ شما هم دلتون میخواد من بشم یه زن بی صدا که شوهرش بره زن دوم بگیره و من یه گوشه بشینم نگاش کنم؟ شما هم مثل اونا فکر میکنین؟ بابام سیگارشو آتیش زد. یه پک عمیق زد و همون جوری که دود رو بیرون میفرستاد گفت ما آبرومون نمیذاریم بره. حالا یا میری سر زندگیت یا همینجا میمونی. ولی طلاق هیچ وقت. اون شب فهمیدم من نه تو خونه شوهرم جا دارم، نه تو خونه پدرم. من مهیا یه زنی بودم که هیچ کس نمیخواستش جز وقتی که بی صدا باشه. منو پس فرستادن، نه با احترام، نه با دلگرمی، با زور، با شرم، با ترس از حرف مردم. وقتی دیدن کوتاه نمیام، بابام کوبید رو زانوشو داد زد تو میفهمی طلاق یعنی چی؟ یعنی همه تو روستا بگن دختر فلانی عیب و ایراد داشت. زاو نبود، ردش کردن. میخوای ننگو بندازی رو پیشونیمون؟ ننگ؟ من ننگ بودم؟ منی که 2 سال با امید زندگی کردم، از این دکتر به اون دکتر رفتم، شبا با گریه خوابیدم، صبحا با دعا بیدار شدم. مادرم که همیشه نرمی میکرد این بار دستمو کشید و گفت بس دیگه مهیا، مگه میخوای آبرومونو ببری؟ دختر که از خونه شوهرش فرار نمیکنه. برگرد بشین سر زندگی. 1-2 سال دیگه خدا رو چه دیدی؟ شاید درست شد، شاید یه بچه اومد، شاید. اونا داشتن با زندگی من قمار میکردن، سر آبروشون. زندگی من، آینده من، دردای من، هیچی مهم نبود، فقط حرف مردم. و بعد گریه کردم، داد زدم، به دست و پاشون افتادم. گفتم تو رو خدا مجبورم نکنین، بذارین خودم تصمیم بگیرم. نمیتونم اونجا بمونم، نمیتونم ببینم شوهرم داره عاشق یکی دیگه میشه. ولی گوش نکردن. بابام کوتاه نیومد. صبح که شد یه چمدون گذاشتن جلوم، سوارم کردن تو ماشین. با دستای خودشون منو برگردوندن به اون خراب شده. وقتی رسیدیم مادر احسان با لبخند درو باز کرد. یه لبخند تلخ، یه لبخند که میگفت دیدی، فکر کردی میتونی فرار کنی، ولی این بازیو ما بردیم. اون لحظه یه چیزی توی وجودم مرد. نه امیدی داشتم، نه جایی برای رفتن. من، مهیا، زنی که دیگه حتی صاحب سرنوشت خودشم نبود. احسان حتی یه ذره هم شرمندگی نداشت. نه از اینکه منو شکسته بود، نه از اینکه میخواست سم بگیره، نه از اینکه داشت زندگیمونو به لجن میکشید. وقتی برگشتم خونه انگار نه انگار یه هفته باهم قهر بود. انگار نه انگار من با گریه و زاری از اون خونه رفته بودم. با خونسردی نشست جلوم، پا رو پا انداخت و گفت مهیا، بیا منطقی باشیم. من این زنو واسه تولید مثل میگیرم، نه واسه عشق و عاشقی. اون فقط یه راهه که اسم و نسل منو زنده نگه داره. ولی زنی که دوست دارم همیشه تویی. دهنم باز موند. یه لحظه خندم گرفت. از تلخی، از حماقت، از دروغای قشنگی که داشت میبافت. فقط تولید مثل؟ واقعا احسان؟ یعنی تو فقط میخوای بچه داشته باشی و همین؟ پس چرا هر وقت اسم ریحانه میاد یه برق تو چشمات میزنه؟ چرا وقتی حرفشو میزنن یه خنده محو رو لبت میشینه؟ حرفم خورد توی خال. حواسش پرت شد. یهو نگاهشو ازم دزدید. انگشتاشو تو هم قفل کرد. یکم ممن کرد. مهیا، به خدا نمیخوام دلتو بشکنم، ولی آدم که به زنش دل بسته باشه دلیل نمیشه نتونه یکی دیگه رو هم دوست داشته باشه. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. داد زدم دوست داشته باشه؟ تو که تا همین چند ماه پیش میگفتی من دنیاتم، میگفتی هیچ کس تو زندگی جای منو نمیگیره. پس چی شد اون حرفا؟ فقط کشک بود؟ سرشو پایین انداخت. نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت من هنوزم دوست دارم،
ولی شرایط تغییر کرده. زندگی یه چیز دیگه ازمون میخواد. شرایط تغییر کرده؟ نه احسان، شرایط تغییر نکرده. خودت عوض شدی. یا شاید هم هیچ وقت اون مردی که فکر میکردم نبودی. دیگه خسته بودم از همه چیز. از حرفای مادر احسان، از نقشه‌های پشت پرده، از اینکه نه از طرف پدر و مادرم حمایت میشدم، نه از طرف احسان. ولی این بار فرق داشت. شب که قرار بود مادر احسان و احسان برن خواستگاری از ریحانه، یه چیزی تو دلم میجوشید. هیچ چیز دیگه برام مهم نبود. نه حرفای مردم، نه نظر پدر و مادرم، نه حتی خود احسان. مادر احسان با نیشخند گفت: مهیا، میای برای شوهرت زن بگیری؟ دهنم خوش شد. دلم میخواست داد بزنم، بگم همه چیز تموم شده. ولی چیزی تو دلم بود که میگفت نه، این بار نباید ضعیف باشی. این بار باید خودت رو ثابت کنی. یه لحظه سکوت کردم. به چشمای مادر احسان نگاه کردم و بعد گفتم: آره میام. مادر احسان یه لحظه از تعجب خشکش زد. فکر کرده بود میخوام باز دعوا را بندازم. ولی من این بار تصمیم دیگه‌ای گرفته بودم. احسان کنارم ایستاده بود. یه لبخند زد و گفت: مهیا، میخوای بیای؟ شاید بهتر باشه بمونی. نه میام، گفتم و بلند شدم. رفتم تو اتاق. چادرم و سرم کردم. مثل همیشه به خودم نگاه کردم تو آینه. فقط بیرون رفتم. مادر احسان رفت تو ماشین و منم اومدم کنار احسان. نه خجالت کشیدم، نه ترسیدم، نه گفتم شاید دیگه تموم شده. فقط یه احساس قدرت داشتم. احساس میکردم باید محکم باشم. سوار ماشین شدیم. مادر احسان و فاطمه جلو نشسته بودن و من و احسان هم عقب. همینطور که راه میرفتیم ساکت بود. دل تو دلم نبود. ولی دیگه نمیخواستم تسلیم بشم. نمیخواستم مثل یه زن بدبخت بشینم تو خونه و نگاه کنم که شوهرم به زندگی جدیدش خوش باشه. نه، من میخواستم مهیا باشم. همون مهیا که هیچ وقت دست از پا نمیزد، حتی اگه همه دنیا بر ضدش باشن. این دفعه من برای خودم ایستاده بودم. شب خواستگاری، شبی که فکر میکردم شاید هیچ وقت نبینمش، ولی الا درست وسطش بودم. یه شب لعنتی، یه کابوس زنده. تو ماشین نشسته بودم کنار احسان، ولی انگار بینمون یه دیوار بتونی بود. یه چیزی که ندیده میشد، نه شکسته. مادر احسان و فاطمه هم هی پچ پچ میکردن و لبخند میزدن. منم زل زده بودم به جاده. دلم مثل یه تیکه یخ شده بود. دارم میرم برای شوهرم زن بگیرم. هرچی این جمله رو توی ذهنم تکرار میکردم، باورش سخت‌تر میشد. خونه خاله زهرا یا میدون جنگ رسیدیم. درو که باز کردن، ریحانه پشت در بود. با یه لبخند که تهش یه حس پیروزی موج میزد. همه با ذوق و شوق سلام و احوال پرسی کردن. ولی من فقط یه سلام خوش کردم و رفتم نشستم یه گوشه. حرفاش شروع شد. مادر احسان از احسان تعریف کرد. از اینکه پسرم مرد زندگیه، زحمت کشه، با خداست، مهربونه. با خدا و مهربون. من داشتم ظلم می‌زدم به احسان که یه گوشه نشسته بود. سرش انداخته بود پایین. اما یه لبخند کوچیک روی لبش بود. اون احسانی که تا دیروز بهم میگفت عاشقتم، فقط تویی، حالا اینجا نشسته بود منتظر تایید برای زن دومش. چشمام پر از اشک شد، ولی نذاشتم یه قطره‌شم بریزه. خاله زهرا و شوهرش از ریحانه گفتن، از اینکه ریحانه خانم دختر سر به زیریه، نجیب، اهل زندگی. اهل زندگی؟ من چی؟ من اهل زندگی نبودم. بعدش یه چیزی شنیدم که نفس تو سینم گیر کرد. خاله زهرا با خنده گفت: ریحانه از وقتی شما رفتین مشهد مدام از احسان تعریف میکرد. میگفت چقدر با وقاره، چقدر سر به راهه. قلبم لرزید. یعنی چی؟ یعنی ریحانه از همون موقع چشمش دنبال احسان بوده. دلم میخواست بلند شم، داد بزنم، بگم آخه شما وجدان ندارید؟ من اینجا نشستم، دارید جلو چشمم شوهرمو میدید به یکی دیگه، ولی ساکت موندم. ریحانه بلند شد، چای ریخت. اولین استکان رو گذاشت جلوی احسان. یه نگاه خاصی بینشون رد و بدل شد. احسان تشکر کرد. ریحانه یه لبخند آروم زد. من نگاه میکردم. من فقط نگاه میکردم. دستامو مشت میکردم. اون استکان چایی یه معنی داشت. من رو رد کرده بودن و حالا نوبت یکی دیگه بود. اون شب یه تیکه از من مرد. وقتی برگشتیم خونه
مادر احسان با خوشحالی گفت الحمدلله دختر خوبیه. خانواده‌ش هم که حرف ندارن. کار تمومه انشاءالله. احسان با سر تایید کرد. من اما هیچی نگفتم. چیزی برای گفتن نبود. اون شب وقتی برگشتم خونه یه چیزی تو هوا سنگینی میکرد. یه حس خفگی. یه چیزی که گلومو میفشرد. احسان خیلی عادی بود. انگار نه انگار چند ساعت پیش نشسته بود کنار یه دختر 19 ساله بهش نگاه کرده بود. به حرفاش لبخند زده بود. واسه زندگیش تصمیم گرفته بود. ولی من انگار دنیا رو سرم خراب شده بود. چادرمو در آوردم و آروم نشستم روی تخت. اما دلم آشوب بود. سرمو انداختم پایین. ولی میدیدم که احسان داره لباسشو عوض میکنه. خیلی راحت. بدون یه ذره عذاب وجدان. بعد با یه پر روی خاصی اومد سمتم. پوف، نفسشو داد بیرون. نشست کنارم. دستشو دراز کرد که شونمو بگیره. قلبم یهو آتیش گرفت. بلند شدم. محکم بالشمو برداشتم. چادرمو کشیدم سرم. احسان گیج نگام کرد. کجا؟ بدون اینکه نگاش کنم گفتم جایی که مجبور نباشم کنار یه مرد خیانتکار بخوابم. حرفمو زدم و از اتاق زدم بیرون. احسان هیچی نگفت. نه دعوا کرد، نه قسم خورد که دوستم داره، نه حتی یه بار سعی کرد جلومو بگیره. همونجا نشست روی تخت تنها، توی اتاقی که یه روزی جای عشق من بود، ولی حالا شده بود جای نارو زدنش به من. من رفتم توی پذیرایی، بالشتو پرت کردم روی مبل، دراز کشیدم، زل زدم به سقف. یه قطره اشک آروم چکید روی بالش، ولی قول داده بودم دیگه واسه احسان اشک نریزم. خیلی طول نکشید که کارو تموم کردن. همه چی با سرعتی که نفسمو بند می آورد جلو رفت. قبل از اینکه حتی باور کنم روز عقد احسان و ریحانه رسید. احسان شوهر من داشت زنشو عقد می کرد. جلوی چشمام من اون گوشه نشسته بودم، یه استکان چای سرد جلوم، دستام توی هم قفل، نگام روی زمین. دور و برم پر بود از خنده، از شادی، از دست زدن، از صدای زنایی که قربون صدقه عروس جدید میرفتن و عروس ریحانه با یه لباس سفید که برق میزد نشسته بود اون وسط، مثل یه طاووس مغرور. گاهی چپ چپ نگام میکرد، گاهی پچ پچ میکرد، گاهی هم لبخند میزد، ولی از اون لبخندایی که میدونی تهش زهره. وقتی سیغه رو خوندن همه کف زدن، صدای مبارکه بلند شد. من تو خودم مچاله شدم. یهو ریحانه بلند شد، چادرشو مرتب کرد و اومد سمتم، نشست کنارم، خیلی آروم با یه لبخند کج گفت خب مبارک باشه خواهر. خواهر؟ نفسم بند اومد. صداش آروم بود ولی نیش توش موج میزد. بعد خیلی شمرده گفت میدونی بعضی زنها هستن که فقط یه مرحله از زندگی مردم محسوب میشن، ولی خب یه مرحله ناتموم. نگاش کردم، چشماش برق شیطنت داشت، برق پیروزی، ولی من مرحله آخرم. یخ کردم. تو یه لحظه همه اون حرفای مادر احسان، همه اون شبایی که گریه میکردم، همش مثل یه فیلم از جلوی چشمم رد شد. ریحانه آروم چادرشو مرتب کرد، از جاش بلند شد، کنار احسان ایستاد. احسان شوهر من حالا شده بود شوهر اون. اون لحظه فهمیدم من هیچ وقت قرار نبود توی این بازی برنده بشم. ریحانه رو آورد توی خونه من، همون خونه‌ای که یه روز با عشق و امید اومده بودم توش. حالا شده بود خونه یه زن دیگه. من دیگه مهم نبودم. یه گوشه از این خونه نشسته بودم، مثل یه وسیله قدیمی که یه زمانی استفاده می شده، ولی حالا فقط به درد خاک خوردن می خوره. اولین شبی که ریحانه اومد حس کردم سقف خونه داره رو سرم خراب میشه. چادر سفیدش هنوز سرش بود، با اون لبخند مغرورش، با اون چشمای پیروز. یه نگاه بهم انداخت، همون نگاهی که یعنی من برندم، تو بازنده ای. احسان شوهرم، یا بهتره بگم شوهر ما، دستشو گرفت، چمدونشو از دستش گرفت، مثل همون وقتایی که اولای ازدواجمون قربون صدقه من میرفت. همه اینا جلوی چشمم اتفاق افتاد. من فقط نشسته بودم و نگاه میکردم. اون شب توی خونه‌ای که یه روز فقط مال من بود، صدای خنده ریحانه پیچید، صدای شوخیاش با احسان، صدای اون عشقی که دیگه سهم من نبود. من توی اتاق دیگه‌ای، توی تاریکی،
با یه بالش خفه کردم بغضمو. باید تحمل میکردم. باید صدای خنده هاشونو میشنیدم. باید عشق بازیشونو تحمل میکردم. باید میدیدم که چطور احسان، همون مردی که یه روز قسم میخورد فقط منو میخواد، حالا یه زن دیگر رو تو بغلش میگیره. باید میدیدم که چطور ریحانه تو خونه راه میره، مثل یه ملکه، مثل کسی که اینجا مال اونه، نه من. همه چی عوض شده بود، حتی جای من. من یه زن بودم که هنوز نفس میکشید، ولی دیگه زنده نبود. فردای روز عقد حالم عجیب بود. از همون صبح که چشمامو باز کردم یه سنگینی توی سرم حس میکردم. دلم آشوب بود. یه ضعف بد توی تنم پیچیده بود. انگار که بدنم دیگه نمیخواست باهام راه بیاد. اول فکر کردم به خاطر استرسه، به خاطر اون همه بغض و دردی که تو این چند وقت کشیدم. ولی وقتی اولین موج تهوع اومد فهمیدم این فقط دل آشوب ساده نیست. دویدم سمت دستشویی. هرچی تو دلم بود و بالا آوردم. سرم داشت گیج میرفت. رو زمین نشستم، نفسم بالا نمی اومد. عرق سرد نشسته بود روی پیشونیم. شبی که همه واسه دیدن عروس جدید اومدن، اون شب خانواده احسان اومده بودن دیدن عروس جدیدشون. مادر شوهرم با ذوق واسه ریحانه لباس آورده بود. زنم و زندایی ها قربون صدقش میرفتن. همه خوشحال بودن جز من. یه گوشه نشسته بودم، آروم، ساکت، مثل یه تیکه اضافی از خونه که کسی بهش اهمیت نمیداد. ریحانه که رفته بود کنار احسان بشینه، یهو دوباره دلپیچه گرفتم. یه موج تهوع بد پیچید توی وجودم. دستمو گذاشتم روی دهنم و دویدم سمت دستشویی. همه ساکت شدن. صدای مادر احسانو شنیدم که آروم گفت این چرا اینجوریه؟ نکنه داره فیلم بازی میکنه. ولی من حتی نای شنیدن نداشتم. دوباره بالا آوردم. این بار بدتر از صبح. وقتی برگشتم چشمام قرمز، صورتم زرد. احسان یه نگاه عجیب بهم انداخت. برای اولین بار توی این مدت چهرش نگران شد. اومد جلو، دستمو گرفت، گفت مهیا خوبی؟ این چه وضعیه؟ ریحانه یه قدم اومد جلو، لبخند زد و گفت شاید به خاطر حسادته. آدمو وقتی زیاد هرس بخورن حالشون بد میشه. دندونامو رو هم فشار دادم، اما نای جواب دادن نداشتم. احسان اخم کرد، بدون اینکه حتی نگاهم کنه گفت بس ریحانه، مهیا حالش بده. ریحانه یه لحظه جا خورد ولی هیچی نگفت. احسان دستمو گرفت. برای اولین بار تو این مدت یکم دلواپس به نظر می رسید. باید ببرم دکتر. و همون شب احسان منو برد بیمارستان. بدون اینکه هیچ کدوم از ما بدونیم قرار بود چه رازی اونجا فاش بشه. یه جای سفید و ساکت با بوی تند الکل و صدای قدمای پرستارا. من روی تخت نشسته بودم، احسان کنارم. حالم هنوز بد بود، سرم گیج میرفت، دهنم مزه تلخی میداد. پرستارا اومدن ازم آزمایش گرفتن، گفتن باید چند ساعت صبر کنیم. احسان آروم رو صندلی نشسته بود، زانوش رو تکون میداد. انگار یه چیزیش بود، نگران بود یا فقط میخواست زودتر از این وضع خلاص بشه. ولی من فقط تویی بودم. دیگه هیچی برام مهم نبود. نه نتیجه آزمایش، نه احسان، نه حتی اینکه چرا بدنم اینجوری شده. فقط میخواستم از اینجا خلاص بشم. چند ساعت بعد دکتر اومد تو. یه برگه آزمایش دستش بود. یه نگاه بهم انداخت، بعد به احسان لبخند زد. خانم مهیا، شما باردارین. دنیا رو سرم چرخید. چی؟ احساس کردم هوا تو سینم گیر کرده. من باردار؟ سرم داغ شد، قلبم تند زد. حرفای دکتر تو سرم تکرار شد ولی باورم نمیشد. چطور ممکنه؟ من که 2 سال بچه دار نمی شدم. چشمام رفت سمت احسان و واکنشش چیزی بود که هیچ وقت ندیده بودم. لبخند زد. نه، فقط لبخند نبود، یه خنده عمیق، یه برق خاص تو چشماش، یه چیزی که انگار همه دنیا رو بهش دادن. دستشو محکم روی دهنش گذاشت، بعد آروم گفت مهیا، تو واقعا بارداری؟ سرمو انداختم پایین. نمیتونستم جواب بدم، هنوز مغزم کار نمیکرد، ولی اون داشت بال در می آورد. خدای من، یعنی واقعا؟ یعنی من قراره بابا بشم؟ بلند شد، دستشو توی موهاش کشید، چند بار دور خودش چرخید، بعد با ذوق زل زد بهم. مهیا، شنیدی چی گفتن؟ آره، شنیدم. ولی چرا دلم آشوب بود؟ چرا وقتی احسان اینقدر خوشحاله
من احساس سنگینی میکنم. یه حقیقت تلخ. چیزی توی دلم فریاد میزد. مهیا، دیر شده. خیلی دیر. اونی که باید این خوشحالی رو کنارش تجربه میکرد ریحانه نبود. حالا دیگه همه چی عوض شده بود. احسان هنوز توی شوک بود، ولی از اون شوکای خوب، از اونایی که نفس آدمو بند میاره اما بعدش یه دنیا خوشحالی میریزه تو دلش. مدام زیر لب میگفت مهیا تو بارداری، یعنی خدا بالاخره به ما بچه داد. لبخندش پهن بود، اونقدر که دندوناش کامل معلوم شد. چشماش برق میزد، انگار که دنیا رو بهش داده باشن. ولی من تو همون لحظه‌ای که احسان سر از پا نمیشناخت فهمیدم که حالا وقتشه این بازی رو تموم کنم. یه نفس عمیق کشیدم. مستقیم تو چشماش نگاه کردم و با قاطع ترین لحن ممکن گفتم حالا که بار دارم باید هرچه زودتر ریحانه رو طلاق بدی. لبخند احسان یهو ماسید، انگار یه لحظه هضم نکرد چی شنیده. ولی بعد درست توی چند ثانیه صورتش از خوشحالی منفجر شد. پرید سمتم، دو طرف صورتمو گرفت، پر از ذوق، پر از شوق، پر از احساسی که مدت‌ها بود ازش ندیده بودم. کل صورتمو غرق بوسه کرد. چشم مهیا، چشم، فقط بگو چی میخوای، چطور میخوای، فقط اشاره کن، به خدا قسم فقط تویی، فقط تو. صدای نفسهای گرمش میخورد به صورتم. اونقدر ذوق کرده بود که حتی نفهمید چطور یهو حاضر شد زنی رو که تازه عقد کرده به همین راحتی بذاره کنار. ولی من فهمیدم که هیچ وقت من مسئله اصلی نبودم. فقط اون بچه مهم بود. از بیمارستان که برگشتیم احسان توی پوست خودش نمی گنجید. تمام راه دستمو گرفته بود. مدام میگفت مهیا خدا شاهد از خوشحالی نمیدونم چیکار کنم. فکر کن یه پسر که اسم منو زنده نگه میداره. یه پسر. یعنی اگه دختر باشه چی؟ یعنی اگه این همه سال فقط خود منو میخواست چی؟ ولی من فعلا نمیخواستم به این فکر کنم. فقط میخواستم ببینم مادر احسان و اون عروس جدیدش وقتی اینو بشنون چه حالی میشن. تا رسیدیم خونه احسان حتی نذاشت چادرمو درست کنم. وسط پذیرایی بلند گفت همه جمع بشن، خبر خوش دارم. مادر احسان، ریحانه، فاطیما، حتی زنموها که هنوز خونمون بودن، همه برگشتن سمتش. احسان با یه غرور خاصی با لبخند پهن دست منو گرفت و گفت مهیا بارداره. سکوت. یه لحظه همه صدا قطع شد. هیچ کس نفس نمیکشید. ریحانه که یه گوشه نشسته بود دستش یهو لرزید. لیوان چای از دستش افتاد رو فرش. لباش باز موند. ولی هیچ صدایی ازش در نیومد. مادر احسان که تا چند دقیقه پیش داشت قربون صدقه عروس جدیدش میرفت سری رنگش پرید. زنم و زندایا با تعجب زل زدن به من، انگار که من یه معجزه باشم. همون زنی که همه میگفتن عیب و ایراد داره حالا داشت بچه احسان رو توی شکمش نگه می‌داشت. اما چیزی که بعدش اومد بمب اصلی بود. احسان همونطور که هنوز دستمو تو دستش داشت خیلی راحت، خیلی خونسرد، خیلی بیرحمانه گفت پس دیگه دلیلی نداره زن دوم داشته باشم. فردا میریم محضر، ریحانه رو طلاق میدم. و درست همون لحظه دنیا رو سر ریحانه خراب شد. گریه، جیغ و یه سقوط تلخ. ریحانه چند ثانیه فقط نفس زد. بعد وقتی مطمئن شد درست شنیده دستشو گذاشت روی سینش، انگار که گلوی خودش گرفته باشه. چی؟ احسان محکم گفت بله، جدایی. دیگه بهش نیازی ندارم. ریحانه یه نفس عمیق کشید. یه جیغ کوتاه زد. بعد یه چشماش سفید شد. مثل یه تیکه چوب افتاد رو زمین. بیهوش شد. صدای جیغ مادر احسان بلند شد. دوید سمتش. نشست کنارش. صورتشو زد. ریحانه، دخترم، پاشو مادر، پاشو. ولی ریحانه مثل یه عروسک افتاده بود. انگار کل دنیاش تموم شده باشه و حالا نوبت مادر شوهر بود. وقتی فهمید ریحانه حالش بر نمیگرده یه نگاه پر از خشم انداخت به احسان. بلند شد. با دست لرزون محکم زد توی سر خودش. بی وجدان، بی رحم. این دختر تازه اومده خونه بخت. تو میخوای فردا بندازیش بیرون؟ میخوای بی‌آبروش کنی؟ احسان یه قدم عقب رفت. اخماش رفت تو هم. مامان، وقتی قرار نیست کنارش بمونم چرا نگهش دارم؟ مادرش زد تو صورت خودش. چادرش افتاد. دیگه یه زن مغرور نبود.
یه مادر مستعسل بود. تو نابودش کردی احسان. این دختر خودشو سپرد به تو. حالا میخوای بندازیش بیرون؟ مردم چی میگن؟ ریحانه هنوز افتاده بود. زنم و سعی میکردن به هوشش بیارن. فاطیما هم گریه میکرد. همه چیز توی خونه آشوب شده بود و من فقط نگاه میکردم. دقیقاً همون جوری که ریحانه شب عقدش به من نگاه میکرد. بی حس، بی رحم و با یه حس برنده شدن. یه زمانی منم همینجوری شکستم. له شدم. گریه کردم. ولی کسی دلسوزی نکرد. حالا نوبت ریحانه بود که بفهم دنیا همش روی یه پاشنه نمیچرخه. احسان گیج و مستعسل بود. از یه طرف خوشحالی پدر شدن، از یه طرف ریحانه بیهوش، از یه طرف مادرش که داشت از شدت عصبانیت میلرزید. حرفی که همه چی رو عوض کرد. مادر احسان یه اون نفسشو بیرون داد، چادرشو سفت گرفت و با صدای لرزون گفت: احسان، تو نباید انقدر عجله کنی. احسان عصبی دستش رو برد توی موهاش گفت: مامان، دیگه چی مونده؟ مهیا بارداره. یعنی ریحانه دیگه توی این زندگی جایی نداره. مادرش یه قدم جلو اومد. توی چشماش زل زد. همون لحظه من فهمیدم که هنوز این زن تسلیم نشده. هنوز دنبال راهیه که ریحانه رو نگه داره. تا وقتی جنسیت بچه معلوم نشده، ریحانه باید بمونه. سکوت شد. همه خشکشون زد. حتی احسان. اخماش رفت توی هم. انگار نمیفهمید مادرش داره چی میگه. چی؟ مادرش نفسشو محکم داد بیرون. با قاطعیت گفت: اگه این بچه دختر شد چی؟ اون وقت چی؟ اگه پسر نبود، اون وقت تو هنوز یه وارث لازم داری. کسی که اسمتو زنده نگه داره. اون وقت چی؟ حرفی که مثل خنجر نشست توی دلم. دهنم خوش شد. یعنی چی؟ یعنی من فقط تا زمانی ارزش داشتم که یه پسر توی شکمم باشه؟ یعنی اگه دختر بود دوباره ریحانه میشد عزیز دردونه این خونه؟ احسان یه لحظه برگشت سمت من. توی چشماش دودلی بود. یه چیزی بین عقل و دلش گیر کرده بود. ولی من دیگه مهیای قبل نبودم. آروم با خون سردی، همون جوری که اونا با زندگی من بازی کردن گفتم: باشه. همه برگشتن سمتم. ریحانه تازه داشت به خودش می اومد. چشمای پر از اشکشو باز کرد و با ناباوری نگاهم میکرد. مادر احسان یه لبخند محو زد. فکر کرد که بازیشو برده، اما من هنوز حرفم تموم نشده بود. آروم، شمرده با قدرتی که توی وجودم حس میکردم یه جمله طلایی رو گفتم: اما اگه بچم پسر بود، این دختر از زندگیم گم میشه بیرون، بدون قید و شرط. ریحانه نفسش توی سینه حبس شد. مادر احسان رنگش پرید. احسان یه قدم عقب رفت. انگار تازه فهمید تو چه موقعیتی گیر کرده. حالا دیگه بازی دست من بود. اون شب بالاخره تموم شد. یه شب طولانی. یه شب که انگار سالها ازش گذشت. ریحانه با چشمای اشکی، با یه بغض سنگین روی مبل توی حال دراز کشید. یه زمانی منم با همین بغض روی همین مبل خوابیدم. اما اون موقع کسی دلش برام نسوخت. ولی من حالا توی اتاق خودم بودم. احسان آروم من آورد توی اتاق. دستمو گرفت. همونطور که با افتخار نگام میکرد، چادرمو از سرم برداشت. روی موام دست میکشید. انگار که یه تیکه طلا دستش اومده باشه. لبخند زد. یه لبخندی که مدت‌ها بود ازش ندیده بودم. مهیا، حالا دیگه هیچی کم نداریم نه؟ نگاش نکردم. اون آدمی که حالا داشت این همه قربون صدقه من میرفت، همون کسی بود که یه هفته پیش میخواست ریحانه رو جای من توی این زندگی بیاره. ولی حرفی نزدم. فقط گذاشتم بازی رو ادامه بده. همونطور که روی تخت دراز کشیدم، احسان کنارم نشست. دستش گذاشت روی شکمم. آروم انگشتاشو کشید. انگار که استش کنه. انگار که این بچه براش یه معجزه بزرگه. چشمامو بستم. ولی اون هنوز قربون صدقه میرفت. مهیا، باورم نمیشه. یه بچه، یه تیکه از وجودمون. فکر کن یه روز یه فسخلی توی این خونه میدوه. صدامون میکنه: بابا، مامان. میدونی چقدر منتظر این روز بودم؟ منتظر این روز بودی؟ پس اون روزایی که فکر میکردی من عیب دارم دنبال یه زن دیگه بودی چی؟ پس اون روزایی که میگفتی ریحانه باید نسل تو رو ادامه بده چی؟ حرفی نزدم. فقط گوش دادم و پشت در وسط همه این قربون صدقا یه چیز دیگه هم بود که شنیده میشد. صدای حقیق آروم یه نفر از پشت در. ریحانه. منم یه روزی پشت همین در گریه کردم. حالا نوبت اون بود.
3 ماه گذشت. 3 ماهی که ریحانه مثل خاری توی چشمم بود. 3 ماهی که من مثل سدی جلوی نابود شدنم وایسادم. از همون فردای اون شب ریحانه عوض شد. دیگه اون دختر مظلوم و ساکت شب قبل نبود. کم کم نقابشو برداشت و زهر زبونشو نشون داد. هر روز، هر لحظه، یه طعنه، یه نیش، یه زخم تازه، طعنه و کنایه ها. ریحانه صبحا که میشد یه تو آشپزخونه جلوم سبز میشد. مثلا داشت چای میریخت، اما هدفش فقط یه چیز بود، نیش زدن. یه روز با یه لبخند ملی استکان چایو گذاشت جلو. با ناز گفت خوبه که بالاخره تونستی یه کاری کنی، وگرنه معلوم نبود چقدر دیگه باید تحملت کنن. اما من فقط نگاهش کردم. استکانو برداشتم، یه قلوب خوردم، بعد آروم گفتم آره، آخه بعضیا میان تو زندگی مردم که خودشونو ثابت کنن، ولی یکی دیگه براشون بازیو میبره. نبرد سرد. ریحانه هیچ وقت بی جواب نمیموند. هر روز یه راهی پیدا میکرد که حرصمو در بیاره. مثلا وقتی احسان میرسید خونه، اون یکی از جمله‌هاشو میگفت، همون جوری که تو حال لم داده بود، وای چقدر زنا تو دوران بارداری بد اخلاق میشن، تفلکی مردا که باید تحملشون کنن. اما من چپ چپ نگاهش میکردم، ولی ساکت نمیموندم. یه روز وقتی دوباره این حرفو زد، یه خنده محو زدم و گفتم آره، ولی خب بعضیا دوران عقد بد اخلاق میشن، چون یه زن دیگه داره جاشونو میگیره. صورتش مثل لبو قرمز شد، ولی هیچی نگفت. میدونست اینجا دیگه زمین بازی اون نیست و یه روز دعوا ترکید. یه روز که داشتم از جلوی اتاق رد میشدم، شنیدم داره با مادر احسان حرف میزنه. اگه این بچه دختر بشه چی؟ اون وقت چی؟ من که اینجا میمونم نه؟ نفسم بند اومد. یعنی هنوز امید داشت که بمونه؟ همون لحظه رفتم توی اتاق. صاف تو چشماش نگاه کردم و گفتم ریحانه، انقدر به اون روز دل نبند، چون قراره برات خیلی تلخ بشه. اون روز مادر احسان بینمون وایساد، ولی همه فهمیدن این جنگ هنوز تموم نشده. 3 ماه گذشت، ولی جنگ هنوز سر جاش بود. من و ریحانه هر روز یه نبرد تازه داشتیم، ولی من محکم موندم، چون میدونستم روزی که نتیجه سونوگرافی بیاد تکلیف همه چی روشن میشه. روز سونوگرافی انگار یه دنیا رو دوشم بود. انگار داشتم میرفتم برای شنیدن حکم زندگیم. اگه دختر باشه چی؟ این فکر مثل خور افتاده بود به جونم. اگه دختر باشه یعنی ریحانه هنوز اینجا میمونه، یعنی بازم باید اون نگاه پر از نیشش رو تحمل کنم، یعنی مادر احسان بازی بهونه‌ای پیدا میکنه که ازم بگذره. احسان اما دستمو محکم گرفته بود، آروم ولی پر از استرس. لحظه سرنوشت، دکتر ژل خنکو کشید روی شکمم، دستگاهو گذاشت، تأثیر افتاد روی صفحه. قلبم داشت از سینه میزد بیرون. احسان نفسشو نگه داشته بود. دکتر چند ثانیه تصویر رو بررسی کرد، بعد لبخند زد، خیلی آروم و شمرده گفت تبریک میگم، بچه‌تون پسره. دنیا وایساد، زمان قفل شد. احسان منفجر شد از خوشحالی. تا شنید پسره، یه نفس عمیق کشید، دستاشو زد رو صورتش، بعد با یه هیجان خاصی پرید سمتم، دستمو بوسید، موهامو بوسید، پیشونیمو بوسید. مهیا، خدایا، تو بهترین زن دنیایی. قسم میخورم عاشقتم مهیا. من بابا شدم، پسر دارم. خدا، وای خدا. از شدت ذوق نمیدونست چی کار کنه. مدام قربون صدقه من اون بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده بود میرفت و من انگار از یه جهنم خلاص شده بودم. اون سنگینی، اون فشار، اون استرسی و از روی شونه‌ام برداشته شد. پسر بود. یعنی دیگه ریحانه‌ای تو زندگیم نمیمونه. یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه منو نادیده بگیره. یعنی این جنگو من بردم. وقتی از بیمارستان برگشتیم، احسان تو ماشین هم ولم نمیکرد. هی نگام میکرد، هی لبخند میزد، هی میگفت مهیا، تو معجزه زندگی منی. مهیا، خودتو دوست دارم، این بچه رو دوست دارم، دلم میخواد این خوشحالی هیچ وقت تموم نشه. ولی یه چیز دیگه هم تو دلم بود، ریحانه. وقتی این خبر به گوشش برسه، اون لحظه نابود شدنشو با چشمای خودم میبینم. احسان از درک اومد تو، هنوز لبخندش رو لبش بود. قرار بود کارای طلاق ریحانه رو شروع کنه. قرار بود این کابوس بالاخره تموم بشه. ولی ریحانه، اونم خوب میدونست که ته خط رسیده. تا احسان نشست، یه دفعه از اتاقش دوید بیرون. چادرش نامرتب، موهاش پریشون.
انگار که از قبل منتظر این لحظه بوده. مستقیم افتاد جلوی پامون. تو رو خدا، تو رو قرآن، فقط یه ماه دیگه بذار بمونم. احسان جا خورد. حتی یه قدم عقب رفت. ولی من فقط نگاش کردم. گریه و زاری که بوی ترس میداد. ریحانه همونطور که اشکاش میریخت دستای منو گرفت، فشار داد. با صدایی که میلرزید گفت: مهیا، تو خودت زن بودن رو درک میکنی. میفهمی دل زن چجوری میشکنه. نذار منو با ننگ جدایی از این خونه بندازم بیرون. نذار آواره بشم. مهیا، تو خودت زن بودن رو درک میکنی. خنده دار بود. اون روزی که من با چمدونم از این خونه رفتم و پدر و مادرم منو پس فرستادن، کسی فکر نکرد من چی میکشم. اون روزی که ریحانه تازه عروس این خونه شد و با نیش و کنایه برام قدرت نمایی میکرد، کسی دلش برام نسوخت و حالا همون ریحانه افتاده بود به دست و پام که نجاتش بدم. احسان هنوز دو دل بود. یه دستشو برد توی موهاش، یه نفس عمیق کشید. انگار خودش نمیدونست باید چی کار کنه. ریحانه، این زندگی نمیتونه دوتا زن داشته باشه. قرار نبود اینجوری بشه، ولی شد. حالا مهیا حامل است. بچه‌م پسره. دیگه هیچ دلیلی برای موندنت نیست. ریحانه با چشمای اشکی زل زد به احسان. یه لبخند تلخ زد. انگار فهمید که واقعا تموم شده. هیچ دلیلی نیست؟ یعنی این همه وقت که کنارم بودی، این همه قول که دادی، هیچی نبود؟ احسان چیزی نگفت. فقط سرشو پایین انداخت. ریحانه نفسشو لرزون بیرون داد. برگشت سمتم. دوباره به دستام چنگ زد. مهیا، تو زن این خونه ای. تو میتونی اجازه بدی بمونم. فقط یه ماه دیگه. بعدش خودم میرم. قسم میخورم که میرم. من فقط نگاش کردم. ریحانه ای که یه زمانی مغرور بود، حالا شده بود یه زن شکسته، له شده. کسی که التماس میکرد فقط یه ماه بیشتر توی این خونه بمونه. دلم نمیسوخت. فقط حس میکردم این همون عدالتیه که باید اتفاق میافتاد. یه نفس عمیق کشیدم. بعد خیلی آروم شمرده گفتم: فقط یه ماه، بعدش میری. بدون بهونه، بدون گریه، بدون التماس. ریحانه چشماشو بست. یه قطره اشک افتاد روی دستم. آروم سر تکون داد. یه ماه. فقط یه ماه. فقط یه ماه تا لحظه خداحافظیش. ولی من اشتباه کردم. فکر کردم ریحانه یه زن شکست خورده است. فکر کردم غرورش له شده. فکر کردم دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد. ولی من نمیدونستم یه زن وقتی چیزی برای از دست دادن نداره، خطرناکترین موجود روی زمینه. اون روز سر سفره همه چی مثل همیشه بود. مادر احسان یه گوشه نشسته بود. اخماش هنوز تو هم بود. از وقتی فهمیده بود ریحانه باید بره، با من سرسنگین شده بود. فاطیما ساکت بود. احسان کنارم و ریحانه درست روبروی من. ریحانه ظاهراً آروم بود، ولی توی چشماش یه چیزی برق میزد. یه چیزی که حالا وقتی یادش میافتم میفهمم همون موقع باید میفهمیدم. غذا رو ریحانه کشید. مهیا، برات یه لیوان آب هم آوردم. رنگت یکم پریده. لبخند زد. یه لبخند نرم. همون لبخندایی که یه زمانی فکر میکردم تهش زهره. ولی من ساده بودم. من فکر میکردم بازیو بردم. لیوانو برداشتم، یه قلوب خوردم. بعد لقمه رو گذاشتم دهنم. چند دقیقه نگذشته بود که یه درد وحشتناک پیچید توی شکمم. نفسم رفت. انگار یه تیکه آتیشو فرو کرده بودن توی شکمم. یه چیزی از درونم پاره شد. دستمو گذاشتم روی دلم. چشام سیاهی رفت. احسان، صدام میلرزید. از روی سفره بلند شدم. دنیا دور سرم چرخید. دستم به پارچه آب خورد، افتاد و شکست. صدای ریختن آب توی سکوت خونه پیچید. ریحانه از جا پرید. احسان وحشت زده دوید سمتم. من دیگه چیزی نمیدیدم. فقط درد، فقط ترس. مهیا، چی شده؟ دستم از روی شکمم برداشتم. گرم بود، خیس بود. احسان، بچه داره میره. احسان توی ماشین با تمام سرعت میرفت. توی راه دستمو محکم گرفته بود. دستاش میلرزید مثل دستای من. مهیا، به خدا چیزی نمیشه. بچه‌مون سالمه. هیچی نمیشه. فقط طاقت بیار مهیا، تو رو خدا. اما درد، لعنتی اون درد نمیذاش چیزی بشنوم. فقط دستم رو دلم فشار میدادم. فقط خدا میکردم. ولی وقتی توی اورژانس دکترها بالا سرم دویدن،
وقتی احسان با دستای لرزون روی سرش کوبید، وقتی پرستارا با یه نگاهی پر از ترحم بهم زل زدن، فهمیدم بچم دیگه نبود. ریحانه بازی و برگردونده بود. من مطمئن بودم که این کار ریحانه بود. ولی چی داشتم که ثابتش کنم؟ هیچی. نه مدرک، نه شاهد. فقط یه حسی که مثل خنجر توی قلبم فرو رفته بود. از بیمارستان که برگشتم دیگه مهیای قبل نبودم. یه زن بودم که بچه‌شو از دست داده بود. یه زنی که چشم امیدش به اون بچه بود، به اون پسر که قرار بود یه بار برای همیشه همه چی رو تموم کنه. ولی حالا هیچی. احسان توی خودش فرو رفته بود. یه مرد که انگار تمام دنیاشو ازش گرفتن. ولی حتی یه لحظه نخواست ببینه من چی کشیدم. از وقتی برگشتیم خونه دیگه اون احسانی که قربون صدقه من و بچه میرفت محو شده بود. هیچ وقت نگفت مهیا تو چطوری؟ هیچ وقت دستم رو نگرفت. نگفت ناراحت نباش، دوباره خدا بهمون میده. فقط یه گوشه می نشست، زل میزد به یه نقطه نامعلوم. توی خودش بود. بیشتر از اینکه منو از دست بده، بچه رو از دست داده بود. من و ریحانه‌ای که هنوز اونجا بود. از وقتی پامو تو خونه گذاشتم، ریحانه حتی یک کلمه حرف نزد، ولی سکوتش از 1000 تا طعنه بدتر بود. وقتی از جلوی اتاقش رد می شدم، حس می کردم یه چیزی ته نگاهش برق می زنه. یه چیزی که بوی پیروزی می داد. می دونستم این کارو کرده. ولی چجوری؟ چیزی تو غذا ریخته بود؟ یه دارو؟ یه سم؟ نمیدونم. فقط می دونستم بچم دیگه نبود. و اون هنوز اینجا بود و احسانی که باید بغلم می کرد، باید کنارم می موند، حتی نگام نمی کرد. اون شب وقتی روی تخت دراز کشیدم، دیگه اشک نریختم. دیگه گریه کردن فایده ای نداشت. فقط زل زدم به سقف و با خودم عهد بستم این بازی هنوز تموم نشده. چند روز گذشت. چند روزی که من توی خونه روی تخت افتاده بودم، با یه دل خالی، یه شکم خالی و یه قلبی که دیگه هیچ امیدی نداشت. همه میگفتن مهیا باید استراحت کنه، ولی هیچ کس نفهمید استراحت واسه بدنیه که هنوز امید داره، نه واسه یه زنی که همه چیز رو از دست داده. احسان، اونم تو این چند روز یه چیز رو از دست داد، ولی یه چیز دیگه رو به دست آورد. ریحانه، مار زخمی که دوباره راهش رو پیدا کرد. کم کم ریحانه دوباره توی خونه صداش بلند شد. دوباره خنده‌اش برگشت. دوباره توی حال می نشست، لباسای رنگی رنگیشو می پوشید. تو آشپزخونه وول می خورد. واسه احسان چایی می ریخت. از این ور به اون ور می رفت و احسان، اونم کم کم دیگه روی مبل تو خودش نبود. کم کم سرش از لاکش در آورد. کم کم ریحانه رو دید. کم کم ریحانه دوباره براش شد اون دختر 19 ساله‌ای که یه روز دلشو لرزونده بود و مهیا دوباره تنها شد. اون روز که از اتاق اومدم بیرون، صداشون رو شنیدم. ریحانه داشت میخندید، یه جور خاص، از اون خندهایی که تهش یه چیز لعنتی داره. احسان، تو دیگه اون آدم 3 ماه پیش نیستی. تو خسته شدی از غم و غصه، درسته؟ احسان آروم با یه لحن گرفته گفت ریحانه، من فقط نمیدونم باید چی کار کنم. کاری نکن، فقط بذارین زندگی مسیرشو بره. همونجا پشت دیوار خشکم زد. پس تهش این بود. من چند روز بیشتر طول نکشید که دوباره هیچ کار این زندگی شدم. بچه که بود من عزیز بودم، بچه که نبود من فقط یه زن بی مصرف بودم که یه گوشه افتاده. ریحانه، اون دوباره سر جای اولش بود، درست کنار احسان و من، مهیا، دوباره تو این خونه تنها شدم. دیگه بسم بود. من توی این خونه فقط وقتی ارزش داشتم که توی شکمم بچه بود. وقتی که پسر بود عزیز شدم، قربون صدقم رفتن. احسان بهم نگاه کرد، دستمو گرفت. همه گفتن بچه‌تو نگه دار، زندگیتو نگه دار. ولی حالا چی؟ حالا که بچه نبود، منم هیچ کس نبودم. ریحانه دوباره جاشو پیدا کرده بود. دوباره کنار احسان می نشست و احسان باز هم نفهمید که داره منو از دست میده. پس منم تصمیممو گرفتم. دیگه توی این خراب شده نمیمونم. وسایلمو جمع کردم. بی صدا، آروم، بدون اشک. یکی یکی وسایلمو توی چمدون چیدم. اون لباسای قشنگی روزای اول عروسی می پوشیدم. ولی بعد دیگه توی این خونه حس خوبی بهشون نداشتم. چند تا کتاب، یه چادر و یه تیکه از خودم که میخواستم ببرم و هیچ وقت بر نگردونم. توی این خونه هر چیزی که داشتم تیکه تیکه ازم گرفته شد. احسان، وقتی دلش با من نبود منم دیگه نمیخواستمش.
مادر شوهر؟ اون که از اول یه نوه پسر میخواست، نه عروس. ریحانه؟ اون خونه رو مال خودش میخواست، پس باشه برای خودش. پس دیگه چی مونده بود؟ هیچی. منتظر یه فرصت و بعد خداحافظی بدون برگشت. هر روز لحظه شماری میکردم که یه فرصت پیدا کنم، یه وقتی که همه سرگرم باشن، که بتونم برم و بی سر و صدا، بدون التماس، بدون اینکه کسی بفهمه کی رفتم و چرا. اگه این زندگی بدون من قشنگتر بود، پس بذار ببینیم بدون من چقدر دووم میاره. بالاخره وقتش رسید. اون روز خونه ساکت تر از همیشه بود. احسان نبود. مادر احسان رفته بود خونه دخترش. فاطیما هم مدرسه بود. فقط من بودم و ریحانه. چمدون آروم از گوشه اتاق برداشتم. سنگین نبود، چون هیچ چیزی از این زندگی نبود که بخوام با خودم ببرم. داشتم میرفتم سمت در که یهو ریحانه از توی آشپزخونه اومد بیرون. چشمش افتاد به چمدون، خشکش داد. لحظه خداحافظی. با یه هشدار تلخ اخماش رفت توام. دست به سینه وایساد. با یه لحن پر از تعجب و نیش گفت: داری میری؟ یعنی اینقدر راحت جا زدی؟ لبخند زدم. همون جوری که اون شب عقدش بهم لبخند زده بود. صاف تو چشماش نگاه کردم و خیلی آروم، خیلی شمرده گفتم: آره من میرم، ولی تو فکر نکن بردی. فکر نکن اینجا برای همیشه مال توه. یه لحظه رنگش پرید، ولی هنوز خودشو نباخته بود. چرا؟ چون یه زمانی تو رو پرت کردن دور؟ فکر کردی با رفتن دلم میسوزه؟ نفسشو داد بیرون. نه، ولی اینو یادت بمونه، برای اونا تو فقط یه عروسکی، یه زنی که فقط تا وقتی که شکمش بالا نیومده هیچ ارزشی نداره. دیدم که چطور دستش لرزید. دیدم که چطور یه لحظه نفسش بند اومد. لبخند تلخم پر رنگ تر شد. یه روزی تو هم اینجا وای میسی، درست مثل من. وقتی میفهمی اونا فقط یه وارث میخوان، نه تو رو. اون روز تازه میفهمی که این زندگی چطور آدمو له میکنه. چمدونمو کشیدم و رفتم سمت در. ریحانه چیزی نگفت، فقط وایساده بود. چشماش یه چیزی بین ترس و آشوب رو فریاد میزد، ولی دیگه مهم نبود. درو باز کردم. از اون خونه رفتم، خونه پدرم. همون جایی که یه روز پسم فرستادن. وقتی رسیدم خونه بابام هیچ اشکی نداشتم، هیچ حرفی نزدم، فقط در زدم. مادرم که با تعجب درو باز کرد، چمدون رو گذاشتم کنار در و گفتم: اومدم، ولی نه مثل اون دفعه. این بار دیگه بر نمیگردم. از لحظه‌ای که پامو گذاشتم توی خونه بابام میدونستم قراره دوباره جنگ بشه. اونا منو پس فرستاده بودن. حالا که برگشته بودم قطعا نمیخواستن قبول کنن. تا نشستم بابام همون اول اخماش تو هم رفت. سیگارشو گوشه لبش جا به جا کرد و با صدای بمش گفت: باز که اومدی؟ دفعه قبل نگفتم زن باید تو خونه شوهرش بمونه؟ حالا اومدی که چی؟ نفسم بند اومد. مادرم با نگرانی اومد سمتم. چادر سفتر دورش گرفت و گفت: مهیا دخترم، این بار دیگه نه. این بار دیگه نمیذاریم سرتو بندازی پایین و فرار کنی. باید برگردی سر زندگیت. مردم چی میگن؟ باورشون نمیشد این بار مهیای قبلی برنگشته. این بار اونی که برگشته زنیه که از ته وجودش شکسته. آروم بی احساس چشمامو دوختم به بابامو. شمرده گفتم: اگه یه بار دیگه بخواین به زور برم گردونین، خودمو خلاص میکنم. سکوت. سیگار بابام همون جلوی انگشتاش نیمه سوخته موند. مادرم نفسش رفت. وحشت زده نشست کنارم. دستمو گرفت. مهیا، این چه حرفیه مادر؟ زبونتو گاز بگیر. ولی من فقط زل زدم توی چشمای بابام. منو نگاه کرد، اما این بار توی نگاهش اون قاطعیت سابق نبود. یه چیزی ته چشمش لرزید. مادرم همون لحظه فهمید که این بار باید پشت من بایسته. وقتی مادرم بابامو راضی کرد که کوتاه بیاد، مادرم بلند شد. چادرشو مرتب کرد، رفت سمت بابام. آروم ولی محکم گفت: مهیا دیگه اون دختر بچه قبلی نیست. این بار برش گردونیم یا خودشو خلاص میکنه یا یه بلایی سرش میاد. بابام چیزی نگفت. به زمین خیره شد. نفسشو سنگین بیرون داد. آبرومونو میبره. مردم حرف در میارن. مادرم با خشم پرید وسط حرفش: مردم همیشه حرف میزنن، ولی تو میتونی جلوی این دختر که دیگه هیچی واسش نمونده وایسی؟ میتونی یه روز جنازه‌شو ببینی و بگی مهم نبود؟ بابام، مردی که یه عمر میگفت طلاق بی طلاق،
حالا با یه نگاه خسته سیگارشو خاموش کرد. بعد از چند ثانیه همونطور که به زمین زل زده بود آروم گفت پس طلاقشو میگیریم و این بار هیچ کس نمیتونست منو برگردونه. بالاخره تموم شد. احسان و من دیگه ربطی به هم نداشتیم. وقتی طلاق رو گرفتم احسان نگریه کرد، نگفت مهیا بذار دوباره همه چیز درست بشه. انگار اصلا براش مهم نبود که من از زندگیش میرم. توی این چند ماهی که بهم توجه نمیکرد فقط یه چیزی رو میدونستم. تمرکزش رو ریحانه گذاشته بود. وقتی گفتم میخوام جدا بشم فقط یه نگاه به من کرد، مثل یه آدمی که از قبل میدونست و منتظر بوده. انگار همین رو میخواست. انگار هیچ وقت نمیخواست منو تو زندگیش نگه داره. خب باشه، هر جور خودت میخوای. بدون هیچ شکستی توی صداش، بدون هیچ اعتراضی. همون احسانی که یه روز هر لحظه قربون صدقم میرفت، حالا حتی وقتی طلاق میگرفتمم بی تفاوت بود. خب ریحانه حالا جاش رو توی زندگی احسان پیدا کرده بود و این دیگه برای من چیز جدیدی نبود. حتی وقتی جدا می شدیم ریحانه اونجا بود، با لبخندش، با نگاه پیروزمندانه‌ای که همیشه به من داشت. احسانم دیگه فقط ریحانه رو میدید. من از زندگیش رفته بودم، ولی اون هنوز انقدر درگیر ریحانه بود که اصلا حال من براش مهم نبود. از در خونه که بیرون میرفتم یه حس آزادی عجیب بهم دست داد. انگار از یه زندان بزرگ خلاص شده بودم. شاید این اولین بار بود که میفهمیدم تو زندگی خودم برای خودم بودم. ولی این آزادی یه بهای سنگین داشت. من آزاد شدم، اما با دل شکسته، با یه قلبی که حتی دیگه برای من مهم نبود. هر چیزی که روزی میخواستم الان دیگه برام بی اهمیت بود. هیچ کس توی این زندگی قدر منو ندونست، هیچ کس جز خودم. این تجربه و این داغ‌ها شاید به من نشون دادن که باید از اول خودم رو میساختم، نه منتظر باشم کسی بهم ارزش بده. حالا من مهیا دیگه تنها بودم. زندگی دوباره شروع شد. بعد از طلاق دوباره باید خودمو میساختم. دنبال کار گشتم. از صفر شروع کردم. مثل خیلی از زنای دیگه که زندگیشون رو با دست خودشون میسازن. کار کردن به من یه حس جدید داده بود. یه حس این که دیگه به هیچ کس وابسته نباشم. از صبح زود میرفتم بیرون. توی یه کافه مشغول شدم. بشقاب‌ها رو میچیدم، لیوان‌ها رو پر میکردم و حسابی عرق میریختم. ولی وقتی آخر شب پولی که به دست میآوردم رو توی جیبم میذاشتم، حس میکردم یه دنیا به دست آوردم. توی اون روزا یاد گرفتم که به کسی احتیاج ندارم. اما یه روز وقتی داشتم از سر کار برمیگشتم، یکی از زنای فامیل بهم گفت مهیا شنیدی؟ ریحانه باردار شده. گفتم چی؟ باردار؟ توی دلم یه چیزی خورد شد. یه حسی که نمیشد توضیح داد. حس کردم از دست رفته بودم. حس کردم که همه چیز توی زندگی احسان تو ریحانه خلاصه شده. ولی بعدش فهمیدم که هنوز جنسیت بچه مشخص نیست. دوباره به یاد اون روزایی افتادم که داشتم روز شماری میکردم که بچم پسر بشه. حالا ریحانه دوباره تو همین موقعیت بود، با یه بچه توی شکمش. ولی من دیگه براش اهمیتی نداشتم. بچه ریحانه برای احسان شاید همه چیز بود، ولی برای من دیگه هیچ چیز مهمی نبود. حالا که خودم رو پیدا کرده بودم، دیگه هیچ چیزی نمیتونست منو متوقف کنه. من و اون بچه‌ای که از دست داده بودم تنها چیزی بودیم که برای من مهم بود. دیگه به احسان فکر نمی‌کردم. دست خودم بود که تصمیم بگیرم چطور زندگی کنم. ریحانه اگه بچه‌ش پسر هم بشه، دیگه هیچ چیز نمیتونه جایگاه منو تو این زندگی بگیره. روزای سخت کم کم داشت تموم میشد. وقتی بابا فهمید که من دیگه تنها زندگی میکنم و اینکه دیگه هیچ چیزی توی این زندگی برام خوشایند نیست، تصمیم گرفت یه کاری بکنه. یه روز وقتی برگشتم خونه، با یه لبخند از بابا شنیدم که زمینشو فروخته و پولشو گذاشته برای خرید خونه برای من. نگاش کردم. بابا که هیچ وقت نمیخواست منو تو شرایط سخت ببینه، حالا به نظر میرسید همه چی رو برای من تغییر داده. این خونه مال خودت دخترم. میخوام زندگی بهتری داشته باشی. حس عجیبی بهم دست داد وقتی وارد خونه جدید شدم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روزی توی یه خونه بزرگ و شیک زندگی کنم. دیوارهای سفید، پنجره‌های بزرگ و اتاقی که توش فقط من بودم. حس می‌کردم حالا دیگه اینجا مال خودمه. اون خونه قدیم، همه چیز توش یادآور روزای تلخ بود. اما اینجا فقط من بودم و زندگی که برای خودم ساخته بودم. یک شروع جدید. زندگی دیگه شیرین‌تر شده بود. از وقتی به این خونه اومدم هر روز بیشتر یاد میگرفتم چطور خودم رو بسازم. حالا که خونه جدید داشتم تصمیم گرفتم شروع کنم به یه زندگی جدید.
هر روز با یه انرژی از خواب بیدار می شدم. تصمیم می گرفتم چطور از روزم استفاده کنم. چطور بیشتر توی کارم پیشرفت کنم. چطور بیشتر خودم رو بشناسم و کم کم زندگی اونقدر برام شیرین شد که دیگه هیچ چیزی از گذشته اهمیت نداشت. برای اولین بار آرامش داشتم. میدونستم که زندگیم دست خودمه. که دیگه هیچ چیزی نمیتونه منو به گذشته برگردونه. نه احسان، نه ریحانه، نه اون زندگی که برام ساخته شده بود. فقط من بودم و یه زندگی جدید. چند ماه بعد زندگی من توی اون خونه جدید داشت با آرامش میرسید. دیگه به احسان فکر نمی کردم. دیگه به هیچ چیز گذشته اهمیتی نمی دادم. من فقط خودمو داشتم و یه زندگی که دیگه تو دلم حس خوشبختی می کردم. ولی یه روز یه خبر اومد که دوباره ذهنمو به هم ریخت. مثل یه بمب، مثل یه سیلی توی صورتم. یکی از فامیلا بهم گفت مهیا شنیدی؟ ریحانه بچهش دختره. دختر؟ یعنی الان که ریحانه دختر داشت احسان چی کار میکرد؟ و بعد فهمیدم که احسان از این قضیه عصبانیه. همون احسانی که روزگاری گفته بود که فقط بچه داشته باشه تا صداش کنه بابا. حالا حتی برای بچه‌ش هم خوشحال نبود. گفتن که احسان با ریحانه دعوا کرده. میخواد ازش جدا بشه. چون بچهش دختره. اون لحظه وقتی این خبر به گوشم رسید یه لبخند تلخ روی لبم نشست. نمیدونستم باید ناراحت باشم یا نه. احسان، همون مردی که هیچ وقت نگران من و زندگیم نبود، حالا داشت این بلا رو سر ریحانه و بچم می آورد. یاد روزای خودم افتادم. یاد روزایی که داشتم از دست می رفتم. یه زندگی که توش هیچ ارزشی نداشتم. یاد اون روزایی که می گفتن فقط وقتی بچه دار بشم ارزش دارم. یاد اون روزها که وقتی از دست رفتم هیچ کس حتی یک کلمه هم نگفت مهیا تو کافی هستی، ارزش داری. وقتی شنیدم احسان میخواد جدا بشه یه حس عجیبی بهم دست داد. این یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه پسر نداشت همه چیز رو از دست داده بود. نمیدونم چرا، ولی احساس میکردم این برای ریحانه درست مثل همون چیزی میشه که من تجربه کرده بودم. یه جورایی خوشحال بودم که داره تاوان میده. حالا ریحانه میفهمید که وقتی برای یه مرد فقط بچه پسر مهمه، زن هیچ ارزشی نداره و من دیگه تو بازی نبودم. این بازی برای من تموم شده بود. ولی ریحانه به این راحتی‌ها کوتاه نمی اومد. از من خیلی زرنگ‌تر بود. حالا که فهمیده بود احسان میخواد ازش جدا بشه، با کمال میل مهریه‌شو گذاشت اجرا. این براش مثل یه امتیاز بود. همه اون روزهایی که حامله نشده بود، مخ احسان زده بود و اموال احسان رو یکی یکی به اسم خودش کرده بود. حالا داشت جواب زرنگ بازیاشو میگرفت. توی این بازی ریحانه حرفه‌ای‌تر از احسان بود. احسان که همیشه فکر میکرد فقط بچه پسر براش مهمه، حالا به خودش اومده بود و داشت عواقب تصمیمات اشتباهش رو میچشید. خودش انتخاب کرده بود. خودش که همیشه توی زندگیش فقط به ریحانه فکر کرده بود. حالا اون بازی برگشت و ریحانه داشت از همون مهر اموال به اسم خودش استفاده میکرد و من، مهیا، تو این وضعیت دیگه هیچ چیزی برام مهم نبود. یاد خودم افتادم. همون موقع که تو دل حامله بودن به امید آینده میدویدم و هیچ کس نمیفهمید که برای من هیچ چیزی به جز اون بچه مهم نبود. حالا ریحانه هم همون بازی رو کرده بود و من، مهیا، فقط نظاره‌گر بودم که چطوری دختری که مادر شوهرم برای پسرش انتخاب کرده بود داره زندگیشونو با آتیش میکشه. ریحانه فکر میکرد بازیو برده. وقتی احسان میخواست ازش جدا بشه با یه خونسردی خاص مهریه‌شو گذاشت اجرا. اموال احسانو بالا کشید، حسابی تیغش زد و با یه پوزخند از زندگیش رفت. احسان، همون مردی که یه روز به من میگفت فقط تو رو میخوام، بعدش ریحانه رو آورد تو زندگیش. حالا مونده بود با دستای خالی، بدون زن، بدون بچه، بدون پول. دیگه اون مرد مغرور و محکم نبود. یه آدم شکست خورده شده بود. ولی زندگی هنوز تموم نشده بود. چند ماه از جداییشون نگذشته بود که یه روز یه خبر پیچید توی فامیل. ریحانه تصادف کرده. اولین چیزی که تو ذهنم اومد اون دختر نوزادی بود که هنوز به دنیا نیومده بود. ولی بچهش زنده نموند. اون بچه درست مثل بچه من توی بازی اشتباه پدر و مادرش از دست رفت. پولهایی که رفت و زنی که دیگه هیچی نداشت. ریحانه زنده موند، اما بدجوری ضربه خورده بود. اون همه پولی که از احسان گرفته بود حالا خرج دوا و درمون خودش میشد. اموالی که بالا کشیده بود حالا صرف بیمارستان و عملهاش شده بود. دیگه نه احسان رو داشت، نه اون بچه‌ای که فکر میکرد تضمین آیندهشه، نه حتی اون پولی که با کلی زرنگی جمع کرده بود. و من، مهیا، وقتی این خبر رو شنیدم
یه لحظه قلبم لرزید. نه از ناراحتی، نه از خوشحالی. فقط یه حس عجیبی داشتم. چرخ زندگی همینه. من و ریحانه هر دو یه روز یه چیزی رو تو این دنیا از دست دادیم. اما فرقش این بود که من دوباره خودمو ساختم، ولی ریحانه اون هنوز تو بازی گیر کرده بود که فکر میکرد میتونه تا آخرش برنده بمونه. احسان برگشت. نه همون احسان مغروری که یه روز فکر میکرد زن یعنی بچه، یعنی پسردار شدن، یعنی ریحانه و زندگی جدید. نه، یه احسان شکسته. یه مردی که همه چیزشو از دست داده بود. هم زنشو، هم بچهشو، هم پولشو. همون غروری که یه زمانی زندگیشو روش ساخته بود. چند بار پیغام فرستاد، چند بار زنگ زد، اومد در خونم. حتی یه روز جلوی کافه‌ای که کار میکردم منتظرم وایساد. با صدای خسته، با همون چشمایی که یه روزی برق عشقش به یکی دیگه بود، گفت: مهیا، غلط کردم. جبران میکنم. فقط برگرد. ولی من دیگه اون زن ساده چند سال پیش نبودم. من زنی بودم که دیگه هیچ چیز توی این دنیا نمیتونست منو بشکنه. بهش نگاه کردم، اما هیچ احساسی توی قلبم نبود. نه کینه، نه خشم، نه عشق. هیچی. فقط یه حقیقت بود. احسان، دیگه برگشتی برای چی؟ چیزی نگفت. فقط سرشو پایین انداخت. ولی من، مهیا، برگشتی توی کارم نبود. من دیگه زنی نبودم که منتظر یه مرد بمونه تا زندگیشو بسازه. من خودم زندگیمو ساخته بودم. دیگه اون دختر ساده‌ای نبودم که منتظر بود یکی انتخابش کنه، که یه مرد تصمیم بگیره ارزش داره یا نه. من زنی بودم که خودش رو انتخاب کرده بود و این پایان داستانی بود که منو قوی تر کرد. مواظب زندگیاتون باشین. دوستان عزیزم، ممنونم که باز هم تا پایان این قصه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو در قالب کامنت برامون بذارید. شب خوبی داشته باشید.